سلام دوستای گلم، خسته نباشید. امیدوارم که با این ویدیو کاربردی بتونید مشکلات مچیدنتون توی کلش آف کلنز رو تا حد امکان برطرف کنید و ضرر و زیانی که از حریفاتون موقع اتک خوردن، حالا چه توی وار یا همین مپ دهکده دریافت میکنید رو کمتر کنید. من 3 مورد رو توی این ویدیو بهتون یاد میدم و اگر خوشتون اومد و کاربردی بودید واقعا به دردتون خورد، لایک و کامنت یادتون نره. ما 2 همیشه مپ چیدن داریم، یکی دهکده خانه و دیگری پایه جنگ یا همون واره که اینا دوتاشون با هم کاملا متفاوتن و موقع مپ چیدن توی پایه جنگ باید جوری مپ چیده بشه که حریف ستاره کمتری دریافت کنه ازتون و توی دهکده خانه باید جوری چیده بشه که منابع کمتری دریافت کنه. خب بریم شروع کنیم تا تایم ویدیو من طولانی و حوصله سربر نباشه. اولین نکته اینه که شما هیچ وقت نباید تله های فنریتون رو کنار بمب های کوچیک بذارید. حالا چرا نباید این دوتا رو کنار هم بذارید؟ چون که وقتی حریفتون از این سمت حمله میکنه و میاد داخل بیس و میاد بمبا رو فعال میکنه، سربازاشون دمیج میشن و بعد از این دمیج شدن اگه برن روی تله فنری کلا پرتاب میشن و این هیچ فایده ای نداره. باید شما این رو اصلا رو بذارید تا این طرف که دمیج شدن از این طرف هم حالا اونایی که نیروهایی که دمیجشون بالاه کلا ناکوت بشن، پرت بشن کنار. مورد دوم اینه که شما هیچ وقت دفاعی های مهمتون کنار همدیگه قرار ندید، مثل توپخانه عقاب و دفاع هوایی. حالا چرا؟ چون وقتی حریف حمله میکنه بهتون با یه دونه اسپل یخ این دوتا رو همزمان از کار میندازه و به اصطلاح 1 رو 2 نشون میده. مورد سوم اینه که شما هیچ وقت هیروهاتون یا همون قهرماناتون رو کنار چیزایی مثل دفاع هوایی نچینید. حالا چرا؟ شما فکر کنید قهرمان سلطنتتون رو اینجا گذاشتین و دفاع هواییتون هم کنارش. من اگه به شما حمله کنم با استفاده از اسپل یخ هر دوتا اینا رو از کار میندازم و به قول معروف ناکوت میشه. خب اینم 3 راهکار مناسبی که من همیشه استفاده میکنم، امیدوارم به دردتون بخوره. و این ویدیو رو من با موبایل گرفتم و کاملا مبتدی هستم توی بخش یوتیوب. اگه کم کسری بود، اگه مشکل صدا بود، ازتون عذرخواهی میکنم و امیدوارم که ازم حمایت کنید.